تمرین میکردم توی همون چمنی که تمرین میکنم برای کم تیم ملیه. اینا توی هتل آکادمی چیز بودن، تیم ملی فوتبال بودن. بعد ببین به من داشتن تیکه مینداختن، با خودتو نگیر، درست بدو. تیم ملی نوجوانان، میگم شما با این شخصیت، شما با این اخلاق چجوری باید به یک جایی برسین؟ من تیم ملی نوجوانان بودن، خودم مثال میزنم که از خودم مطمئنم. من تیم ملی نوجوانان بودم، میدیدم تیم ملی بزرگسالان یه بازیکن مثل کریم انصاری فر میاد، من عاشق کریم انصاری فر بودم، بدو میرفتم فقط بهش سلام بدم با کل شوق و اشتیاق و اینا. من رفتم از سرمربیشون گلگی کردم، واقعا گفتم آقا شما به اینا فوتبال خواهشاً یاد ندید، به اینا خود شخصیت یاد بدین. اینا آبروی ایران میخوان بشن، اینا قراره جلوی تلویزیون حرف بزنن که مردم بهش اعتماد کنن به عنوان یک بازیکن. اینا خیلی غم انگیزه. آقای میسان، ما چجوری میتونیم آینده فوتبال ایرانو بسازیم؟